درود میگیم به شما بیننده‌های عزیز، هواداران و مخلصان برنامه‌های تلویزیونی علم و طبیعت. در نشر نوبتی برنامه تحلیلی معارف و زمان ما وابسته به نکته‌های ارائه‌گردیده پیام نوبتی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان به مجلس عالی که در سمت علم و معارف صورت گرفت صحبت خواهیم نمود. در استودیو قرار دارند نماینده وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان جلال الدین امیروف که حضورشان را به استودیو خیر مقدم میگوییم و سوال نخستین وابسته به برداشت شما از پیام نوبتی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان. هر سال پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان طریق پیامشان برد و باخت و وضع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و معنوی کشور را مورد تحلیل قرار می‌دهند و در دایره این تحلیل هایشان در دایره پیامشان که به مجلس عالی راه می‌گردد تمام ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی، علمی و فرهنگی کشور را مورد یک تحلیل خیلی خوب و تحلیل قرار می‌دهند و توسط این تحلیلشان توسط ارائه پیامشان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و همه ساختارهای دولتی و غیر دولتی که در جمهوری تاجیکستان فعالیت میکنند دستور و هدایت‌های خودشان را وابسته به پیشرفت جامعه و وابسته به پیشرفت اقتصادیات و اجتماعیات کشور ارائه می‌دارند، پیشنهاد میکنند و در دایره این دستور و هدایت‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نقشه چاره‌بینی‌ها طرح‌ریزی می‌گردند و برای رسیدن به اون هدف‌های استراتژیکی که حکومت جمهوری تاجیکستان دارد، رسیدن به اون پیشروی‌هایی که امروز در جهان معاصر تاجیکستان همچون یک عضو جامعه بشری فعالیت کرده ایستاده است. مردم عزیز کشور، شهروندان تاجیکستان سعی کوشش می‌کنند برای رسیدن به دستاوردهای باز هم بالاتر و خوبتر در روند جهانی شوی، در روند پیشرفت علم و تکنیک همگان سهم میگیرند. توسط پیام امساله‌شان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان وابسته به ساحه معارف تاکیدهای زیادی را ارائه داشتند و پیشنهاد کردند و پیش از همه باید تاکید کنیم که هیچ یک کشوری به تکیه به ساحه معارف نمیتواند رشد کند، پیشروی داشته باشد و باعث افتخار است که در ساحه معارف را پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سیاست خودشان همچون ساحه کلیدی اعلان داشتند و بار دیگر تاکید کردند که معارف در اون مقامی که در سیاست راهبری دولت است در اون مقام بر جای است، یعنی بر جای میماند و همچون ساحه کلیدی مورد توجه دائمی راهبری دولت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان قرار دارد. پیش از همه امروز در زمانی که وضع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جهان امروز هر روز در تغییریابی است، وضع سیاسی جهان هر روز مثلا یک آهنگ نو، یک شکل نو به خود کسب میکند، در دایره همین وضع امروزه تحلیل نمودن وضع جهان امروز و وضع گفتیم تاجیکستان عزیز از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بار دیگر هر یک شهروند کشور را هشدار می‌دهد، بار دیگر هر یک شهروند کشور را مسئول می‌نماید تا در روند پیشرفت کشور عزیزمان، تا در روند گلگل شکوفی وطن عزیزمان هر یک نفر شهروند باید سعی کوشش کند و در روند حفظ و حمایه دستاوردهای استقلالیت جمهوری تاجیکستان، استقلالیت کشورمان باید هر یک کس، هر یک نفر شهروند باید برای خود مسئولیت احساس کند. پیش از همه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان وابسته به ساحه معارف در مسئله بلند برداشتن صفت تحصیلات تاکید کردند و این تاکیدشان دائم در همه برآمدهایشان صدا می‌دهد. مقصد از این است که امروز در دایره تاکیدهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ما باید متخصصان را آماده بسازیم که نه تنها به طلبات بازار مهنت کشور
بلکه به طلبات بازار مهنت جهان جوابگو باشند. یعنی متخصصانی باشند که با دانستن زبانهای خارجی، با دانستن علم و تکنولوژی حاضر زمان بتوانند که در هر گوشه دنیایی که بروند به حیث یک متخصصی ورزیده در ساحه‌های گوناگون اقتصادی این آن مثلا گوشه زمین سهم گرفته بتوانند به حیث همچون متخصص در بازار مهنت رقابت پذیر باشند، رقابت کرده بتوانند. یعنی متخصصی تاجیکستان بتواند که با متخصصی هر کشوری پیشرفته عالم که باشند در بازار مهنت رقابت پذیر باشد و بتواند که همچون متخصصی ورزیده فعالیت کند. ضمن ارائه پیام نوبتی پیشوای معظم ملت تاکید داشتند که در 5 سال اخیر بیش از 36 میلیارد سومانی به ساحه تندرستی و معارف روانه گردید. به اندیشه شما این گونه امتیاز و برتریت ها تا کجا میتواند نظام ساحه را در آینده باز هم رشد و استوار بخشد؟ درست است. پیش از همه باید تاکید کنیم که همون طور که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تاکید کردند در دوام 31 سال استقلالیت در تاجیکستان آنقدر مؤسسه های تحصیلات عمومی ساخته شدند که در 70 سال زمان شوروی ساخته نشده بودند. یعنی توجهی از همه بیشتری حکومت جمهوری تاجیکستان برای با جای نشست تامین نمودن خوانندگان در مؤسسه‌های تعلیمی روانه شده بود و از همه اساسیش این است که در دوردست‌ترین محل‌های کشور و در دهه‌هایی که همگی یک یا دو نفر خواجگی نفوذ دارند هم مؤسسه‌های تحصیلات عمومی ساخته به استفاده داده شدند تا یگان نفر خواننده مؤسسه تعلیمی، مؤسسه تحصیلات عمومی بیرون از مکتب نماند. غیر از این در همین دوره تعمیر و ساختمان مؤسسه‌های اینترنتی برای کودکان امکانیتشان محدود و برای کودکان یتیم و بی‌پرستار به راه مانده شده بود که امروز در جمهوری تاجیکستان بیشتر از 60 مؤسسه اینترنتی کودکان یتیم و بی‌پرستار، کودکان امکانیتشان محدود را که نمیتونن مثلا با مؤسسه تعلیمی بروند، مخصوصا کودکانی که نابینا هستند، کودکان کارگون، کودکان دارای بیماری‌های سیندروم داون و اوتیسم، فلج‌های مغزی که امروز نمیتونن با مؤسسه تعلیمی بروند، در مکتب اینترنت ها با تعلیم و تربیه فرا گرفته شدند تا بتوانند که یگان کسب هنر را از خود کنند، نوشتن و خواندن را بیاموزند و در روند زندگیشان هیچ مشکلی روی آنها بار نیاید. و به غیر از این امروز تامین مؤسسه‌های تعلیمی با واسطه‌های نوی تکنیکی، با کامپیوتر و تخته‌های الکترونی، این چنین تامین مؤسسه‌های تعلیمی با جای نشست، با میبل‌ها و میزهای خوانندگی دانشجویی در دوام چند سال آخر بسیار به یک افتخار گفته میتوان که تمام مؤسسه‌های تعلیمی با میبل و تجهیزات‌های نوی تکنیکی تامین گردیدند. غیر از این امروز مؤسسه‌های تعلیمی تحصیلات عمومی به مبلغ‌زاری سریکسی گذاشتند که مبلغ‌زاری سریکسی مؤسسه‌های تعلیمی امکانیت میدهد که آنها وابسته به نارسایی این یا آن موادهای خوانش یا نارسایی جای نشست در دایره امین مبلغ‌هایی که برای آنها جدا می‌گردند خودشان چاره اندیشی کنند، خودشان طرح‌ریزی کنند، یعنی نقشه طرح‌ریزی کنند و برای خریداری و جابجا کردن میبل‌های مکتبی، تجهیزات‌های مکتبی خودشان سهم بگیرند. خب استاد عزیز، اگر والا باز توجه بکنیم به سری چند نکته پیام نوبتی پیشوای معظم ملت سرور دولت در جریان پیام تاکید داشتند که من ساحه معارف رو همچون سمت افضلیتناک در سیاست خود قرار دادم و این چی پیامد میتواند در آینده به بار خواهد آورد برای رشد و پیشرفت ساحه معارف در مملکت؟ ما در بالا تاکید کردیم که در دوام مثلا 31 سال استقلالیت اونقدر مؤسسه‌های تحصیلات عمومی ساخته شدند که در دوام 70 سال زمان شوروی اینقدر بیناهای تعلیمی ساخته نشده بودند. و چگونه بیناهای امروز بیناهای ساخته شدند که با طلبات استانداردهای بین المللی این بیناها جوابگو هستند، دارای تمام شرایط‌های خوبی
که در اون مثلا خوانندگان بتوانن تحصیل کنن با میبیل و تجهیزات های و طلبات امروزی استانداردها جوابگو تامین شدن. غیر از این با تکنیک و تکنولوژی حاضر زمان کامپیوتر و دیگر وسایل نوی تکنیکی تامین هستند که خواننده امروزی تاجیک بتواند که در جریان درس از تمام وسایل نوی تکنیکی استفاده کند و بتواند که فراگیر علم دانش‌های گوناگون در مسیر تعلیمی باشد. غیر از این مسئله دیگر این است که در تمام شهر و ناحیه‌های جمهوری امروز بیشتر از 94 مؤسسه‌های تحصیلات علاوه‌ای فعالیت می‌کنند که فارغ از درس کودکان را به این مؤسسه‌های تحصیلات علاوه‌ای با کروژاک‌ها و محفل‌های فنی جلب کرده میشن تا فارغ از درس خوانندگان بتوانند که هم فضای وقت خالگی آنها محدود باشد تا دست به جنایتکاری و دیگر عمل‌های نامطلوب نزنند. غیر از این امکانات فراهم بیارد که در آموزش زبان‌های خارجی کامپیوتر وسایل نوی تکنیکی در همین محفل‌هایی که در مرکزهای تحصیلات علاوه‌ای تشکیل کرده میشوند خوانندگان و دانشجویان ما فرا گرفته شوند. و مسئله دیگر این تهیه و نشر کتاب‌های درسی است که امروز 167 نامگوی کتاب‌های درسی که برای زینه تحصیلات میانه عمومی نیاز دارند از صنف 1 تا 11 همه این کتاب‌ها با پرگی تهیه گردیدند، همه این کتاب‌ها نشر و به دست خواننده و آموزگار رسیدند و هر سال در دایره تعدادی با نظر داشت زیاد شدن تعداد خوانندگان در مؤسسه‌های تعلیمی و با نظر داشت فرسوده شدن این آن کتاب در مؤسسه‌های تعلیمی چاپ این کتاب‌ها از سر گرفته می‌شود و هر سال تا اولی ماه سپتامبر تمام کتاب‌های نو به نشر رسیده و دست خوانندگان و آموزگاران رسانیده می‌شوند. شما وابسته به مؤسسه‌های تحصیلاتی وابسته به شکل و خصوصیتشون اینجا اظهار نظر نمودید. می‌خواستیم یک نکته رو واضح روشنی بیاندازیم که امروز در مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عالی کسبی وابسته به شکل فعالیتشون بیش از 2,300,000 نفر خواننده به تحصیل فرا گرفته شدند و پیشوای معظم ملت نیز در روند یا در جریان پیام تاکید داشتند از سطح و صفت و تعلیم آموزگاران کسبی در این مؤسسه ها و پیشنهاد نمودند با کمال رسانیدن محصلین به طلبات بازار مهنت. خب در حالی که مثلا نظام پیشرفته تعلیم در بعضی از کشورها امروز به نظر می رسد، چگونه مثلا رقابت پذیر است نظام تحصیلاتی ساحه معارف مملکت؟ باید تاکید کنیم که امروز تعداد اهالی تاجیکستان رو به افزایش دارد و طبق اون آمار آخرین که پیشنهاد شده است عین زمان اهالی تاجیکستان به 10 میلیون نفر رسیده است و هر سال تعداد خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عالی کسبی رو به افزایش دارند و علاقه 2,300,000 خوانندگان در مؤسسه‌های تحصیلات عمومی تحصیل کرده ایستادند که 128,000 نفر آموزگاران با آنها تعلیم و تدریس می‌دهند و باید تاکید کنیم که امروز مؤسسه‌های تحصیلات عمومی که در کشور ساخته میشوند گفتیم که با تمام طلبات‌های زمان جوابگو هستند. غیر از این یک چیز را تاکید کردن ضرورت دارد که هر یک نوگانی که در این یا آن گوشه دنیا در ساحه معارف روی کار می آید در دایره طلبات حکومت جمهوری تاجیکستان، در دایره اون طلباتی که وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان دارد، جهتی از خود نمودن و فرا گرفتن اون دانش‌ها، جهتی از خود نمودن اون پیشروی‌ها، اصول‌ها و متدهای نو به نوع تعلیم که در جهان معاصر ارز هستی دارند، وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان چاره اندیشی می‌نماید و باید تاکید کنیم که از ساحه معارف دنیای پیشرفته یک روز قفا ماندن ساحه معارف کشور معنای اون رو دارد که ما چند سالها از ساحه معارف دور مانده ایم، از ساحه علم و معارف و تعلیم و تربیت دور مانده ایم. از این لحاظ هر نوگانی که در ساحه معارف جهان روی کار می آید، وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان با اون دستگیری های زیادی که حکومت جمهوری تاجیکستان به ساحه معارف میکند و گفتیم که پیشوای ملت
президенти ҷумҳурии Тоҷикистон محترم Эмомалӣ Раҳмон که در سیاستشان ساحه معارف را همچون ساحه کلیدی اعلان داشتند و با تمام حیثیتشان به ساحه معارف کمک های زیاد میکنند. در روند گرفتن همه اون نوگانی ها و پیشروی های ساحه علم و تکنیک از جهان معاصر ما مسئولیت، یعنی وزارت معارف مسئولیت زیادی را بر دوش دارد و کوشش نموده ایستادیم که ما از ساحه معارف جهان امروز خفا نمانیم، زیرا ما کادرهایی را گفتیم که در دایره تاکیدهای پیشوای ملت زمان تاکیدهایی کردند. ما کادرهایی را باید آماده بسازیم که به طلبات بازار مهنت امروز جوابگو و رقابت پذیر باشند. چند سال دیگر اینجا میخواستیم یک جا مطرح بکنیم و بعدا فرجام ببخشیم به برنامه. در دوران صاحب استقلالی مملکت دستگیری بخش خصوصی بیشتر گردید و این عامل به اون آورده رساند که در گوشه و کنار مملکت مؤسسه های خصوصی دارای تیپ نو بنیاد و مورد استفاده قرار بگیرند و به اندیشه شما تا کجا این گونه مؤسسه ها در رشد علم و معارف مملکت در آینده تاثیرگذار بوده میتوانند؟ پس از استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان شکل‌های نو، مؤسسه‌های نوی تعلیمی با نام لیسه و گیمنازیا، مکتب‌های پرزیدنتی، لیسه‌های پرزیدنتی، مکتب اینترنت‌های برای کودکان بالایاقت، لیسه و گیمنازیا برای کودکان بالایاقت در جمهوری تاجیکستان پیدا شدند و در این روند سکتور خصوصی هم نقش خود را گذاشت، یعنی مؤسسه‌های تعلیمی روی کار آمدند که بیشترشان مؤسسه‌های تعلیمی غیر دولتی بودند و در دایره اون طلبات قانونگذاری کشور، در دایره طلبات نظامنامه و دستورالعمل‌هایی که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان برای ساحه معارف تصدیق گردیده بودند، فعالیت این مؤسسه‌های تعلیمی به راه مانده شده است و در روندی گفتیم که در روندی بالا برداشتن معرفت و دانش و جهانبینی خوانندگان ما سکتور خصوصی هم سهم خود را گذاشته ایستاده است که از آنها اظهار تشکر میکنیم و بعدا این مؤسسه‌های تعلیمی روی کار آمدند که در معین کردن جوانان و کودکان با استعداد، کودکان بالایاقت سهم خیلی قوی گذاشتند و امروز هر مظفریت، هر دستاوردی که امروز در المپیادهای بین المللی، در المپیادهای جمهوریوی روی کار آمدند و ما موفق می شویم، همین لیسه و گیمنازیا هم سهمی خیلی قوی دارند و سکتور خصوصی هم دارد که این هم مشاهده کرده می توان و امروز در جمهوری 155 مؤسسه تحصیلاتی تیپی نو یا که به شکل گیمنازیا و لیسه ها فعالیت میکنند. از همه خرسندی آورش این است که با دستگیری به واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امروز در شهرهای ما، در مرکزهای شهرهای ما لیسه و یا مکتب‌های پرزیدنتی فعالیت نموده ایستادند که برای جلب کودکان بالایاقت از تمام گوشه‌های کشور و حتی از دوردست‌ترین محل‌های کشور سهم می‌گیرند و نقش آنها همچون خوانندگان بالایاقت در اشتراک در المپیادهای بین المللی خیلی قوی است، خیلی درخشان است، خیلی نمایان است و بغیر از این امروز نویگانی دیگر یا که در این است که خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلاتی گفتیم که تیپی نوی که با نام گفتیم لیسه و گیمنازیا یادآور شدیم، امروز بیشتری اونها یک تعدادی فنهای تعلیمی رو با زبانهای خارجی به راه ماندند، یعنی تعلیم با زبان انگلیسی، تعلیم با زبان روسی و این امکانیت میدهد که ما باز هم توجه خوانندگان و دانشجویان رو در روند آموزش زبانهای خارجی بیشتر کرده باشیم و همانطور که در بالا اشاره کردیم به دانستن زبانهای خارجی، به دانستن علم و تکنولوژی امروز ما نمیتوانیم بگوییم که ما در حقیقت کادرهایی را آماده کردیم که به طلبات بازار مهنت جوابگو باشند. یعنی دانستن زبانهای خارجی، دانستن علم و تکنیک و تکنولوژی حاضر زمان این یکی از منبع‌های اساسی خب تیار کردن کادرها و به طلبات بازار مهنت
ҷавобгӯ омода кардани кадрҳо аст. сипос мегӯем аз шумо ва умед мебандем ки ҳайати устодону омӯзгорони шаҳру навоҳии мамлакат ва бевосита ҳайати кормандони вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон таъкиду дастурамалҳои ки зимнан сарвари муаззами миллат дар паёми навбатӣ ироа намуданд сармашқи кори худ мекунанд ва боз ҳам барои рушду пешрафти низоми маорифи мамлакат тарбия намудани муассилини соҳиби ихтисосу болоёқат ки онҳо воқеан тавонанд шарофу номуси илми тоҷикро дар арсаи ҷаҳон муаррифӣ кунанд, фаъолияти хешро боз ҳам дучанд мекунанд ва масъулияти бештареро ҳис мекунанд. устод, агар ҳарфе бошад, охир сухане бошад ки мо дар ҷараёни суҳбат аз шумо натавонистем бипурсем, метавонед баён бикунед. паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бори дигар гуфтем ҳар як шаҳрванди кишварро масъул мекунад то дар раванди таълиму тарбияи насли навра саҳм дошта бошад ва махсусан таъкиди пешвои миллат дар раванди тарбияи ҷавонон, тарбияи насли навра аст ки илми педагогӣ ҳам нақши тарбияро нисбат ба таълим болотар медонад. имрӯз мо бояд дар раванди тарбия нақши ҳам муассисаҳои таълимӣ, ҳам ҷомеа ва ҳам оила дар якҷоягӣ фаъолият дошта бошем. дар раванди пешгирӣ намудан аз гаравиши ҷавонон ба ҳар гуна ҳаракату равияҳои ифротию террористию экстремистӣ бояд ҳамагон масъулият эҳсос кунем ва махсусан дар масъалаи пешгирӣ аз нашъамандию тамокукашӣ ва дигар одатҳои номатлубе ки имрӯз ҷомеа ба он ниёз дорад, ҷомеа ба оромию субот ниёз дорад, ҷомеаи Тоҷикистон ба ҳимояву ҳифзи дастовардҳои истиқлолият ниёз дорад, бояд ҳамагон масъулият эҳсос кунем, ҳамагон саҳм бигирем ва дар ин раванд ҳамкории зичи оила бо муассисаҳои таълимӣ ва бо ҷомеа зарурат дорад, ниёз дорад ва боварӣ ҳаст ки мардуми азизи кишвар дар доираи дастуру ҳидоятҳое ки пешвои миллати азизамон ироа доштанд боз ҳам бештару бештар саъй мекунанд ва гомгузорӣ мекунанд. خب سپاس میگیم از شما. بینندگان عزیز، شما صحبت ما را وابسته به چند نکته ارائه‌گردیده پیام نوبتی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان شنیدید. خاطر رسان می‌نمایم که هم صحبت ما بودند جلال‌الدین امیروف نماینده وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان. بار دیگر برای اشتراک و صحبت اظهار سپاس می‌کنیم و ما در همین جا با برنامه نوبتی معارف و زمان حسن فرجام می‌بخشیم. برنامه‌های دیگری تلویزیون علم و طبیعت ادامه دارد.